SSH یا تلنت؟ اگه برای شما هم سواله با من همراه باشید. مجددا سلام عرض میکنم خدمت دوستداران دنیای شبکه. من یوسف طاهری هستم از وبسایت وان سرور. امیدوارم حالتون خوب باشه و روزای فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید. تو این آموزش قصد دارم که تفاوت دو پروتکل SSH و تلنت رو خدمتتون توضیح بدم. با هم بررسی کنیم که این تفاوت‌ها چی هستش و ببینیم این دو پروتکل چه اختیاراتی رو به کاربر میدن. خب توجه کنید که بحث مدیریت سرور همیشه در جریان بوده از راه دور. به چه نحوی هستش؟ خب دو تا پروتکل‌های متنوعی هستش برای این کار، اما دو پروتکل در میان اینها بسیار شناخته شده که میشه SSH و تلنت رو نام برد. اما خب شاید برای شما سوال پیش بیاد که تفاوت این دو پروتکل چیه؟ هر کدومش چه اختیاراتی رو به ما میده؟ یا بهتر بخوام بگم این که کدومشون برای ارتباط ما بهتره. خب اول من دو پروتکل رو خدمتتون توضیح میدم و بعد تفاوت اونها رو با هم بررسی میکنیم. در وهله اول به تلنت میپردازیم. تلنت یا تلنتورک یکی از روش‌های ریموت زدن به سرور هستش که میتونیم از محیط CMD یا همون کامند پرامپت که ویندوز R رو بگیریم و CMD رو بنویسیم، این محیط برای ما باز میشه و قابل استفاده هستش. و خب نرم افزارهای متفاوتی هستش، حالا مثل موبو اکسترم یا حالا نرم افزارهای دیگه، و از همه محبوبتر نرم افزار پوتی هستش که خب دسترسی راحت تری داره و خیلی کاربری آسونی داره و میتونیم راحت تر از اون استفاده بکنیم. من در این آموزش از نرم افزار پوتی استفاده میکنم. خب لینکش رو هم براتون قرار دادم داخل آموزش و میتونید دانلود بکنید و مورد استفاده قرار بدید. خب توجه کنید که در وهله اول که دنیای شبکه شکل گرفته بود، این ارتباطات فقط خب مختص اماکن نظامی و اماکن آموزشی و دولتی بود که خب اون زمان فقط دنیای شبکه در اختیار این اماکن بود و میخواستن اگه ارتباطی هم داشته باشن بین خودشون بود و امنیت چیز خاصی نبود، چون خب خودشون بودن و خودشون و نیاز نبود که نگران این باشن که کسی میخواد نفوذ بکنه یا ورود غیرقانونی داشته باشه که از اطلاعاتشون سوء استفاده بکنه. تا اینکه حالت انفجار پهنای باند صورت میگیره و اینا به خودشون میان که باید این فضا رو یک مقدار امن‌تر و استیبل‌تر داشته باشن. تلنت بر روی پورت 23 کار میکنه و قابل اتصال هستش. یعنی اگه شما تو قسمت هاست نیم آی پی خودتون رو بزنین و اونجا پورت روی 23 قرار بگیره، میتونید وارد سرورتون بشید که من این سرور رو اینجا وارد میکنم با این پورت و اوپن رو که بزنم، دقت بکنید صفحه لاگین اون برای من ظاهر میشه که خب من باید اون DNSی که قرار دادم و اون اسمی که برای DNSش از قبل تعیین شده رو به اصطلاح بزنم، پسورد رو بزنم، وارد فضای روت سرورم میشم و میتونم استفاده بکنم. خب یک عیبی که این پروتکل داره مسئله امنیت اون هست که خب این پروتکل اطلاعاتی که بین فرستنده و گیرنده در حال رد و بدل شدن هست رو رمزنگاری نمیکنه و برای اتک مرد میانی یا منلد میدل میشه داشت نام برد. یه پروتکلی هستش که قشنگ مثل آسون برای این اتک قابل استفاده هستش و خیلی راحت شخصی که حالا اتکر یا همون هکرمون میتونه اگر مطمئن بشه که شما از این پروتکل این استفاده میکنید، میتونه به راحتی حالا شنود بکنه، اسنیف بکنه اطلاعات رو و با به دست آوردن یوزرنیم و پسورد
وارد سرورتون بشه و تغییرات خودش رو انجام بده و یا باعث خرابکاری هایی بشه. خب ابزارهایی هم که میشه این اسنیف رو باشون انجام داد مثل وایر شارک، تی سی پی دامپ، وین دامپ، حالا یا نرم افزارهای دیگه هستن که خب من اینجا از وایر شارک استفاده میکنم بهتون نشون میدم. اما خب ما یک مقدار توضیحاتمون رو بدیم که متوجه بشیم که واقعا حالا به چه نحوی داره عمل میکنه. خب تا اینجا مشخص شد که بزرگترین نقص تلنت عدم امنیت اونه. در سال 1995 خب شرکت هایی که امنیت رو میخواستن برقرار بکنن و تست هایی رو انجام میدادن که امنیت ارتباطات مشخص بشه، متوجه شنود اطلاعاتی شدن که تصمیم گرفتن راهکاری رو برای رفع این مشکل پیدا بکنن. خب که پس از تلاش‌های واقعا زیاد که بررسی بکنن این مشکل چجوری باید برطرف بشه، پروتکل SSH یا Secure Shell اختراع شد و ابداع کردن اونو که بتونه مورد استفاده کاربران قرار بگیره. پس SSH نسخه امن تلنت هستش که بر روی پورت 22 متصل میشه. خب پس تفاوتشون تو مسئله امنیته. به نتیجه میرسیم که کاملا مشابه هستن، حالا با یک سری تغییرات جزئی که جلوتر میگم خدمتتون. و این پورتشون متفاوته، اون پورت 23 وصل میشه، این رو پورت 22 و تلنت قابلیت رمزنگاری نداره اما SSH داره، همونجور که اسمش مشخصه Secure Shell. خب ما در وهله اول واسه اینکه حالا بهتون نشون بدم وایرشارک چطوری میتونه اسنیپ کنه اطلاعات رو، نرم افزار وایرشارک رو باز میکنیم. خب نرم افزار وایرشارک وقتی باز میشه اینجا اتصالات ما رو نشون میده که حالا از کجا ما ارسال و دریافت پکت رو داریم که من روی وای فای کلیک میکنم، اینجا قرار داره. خب ما وارد پوتی میشیم، آی پی رو میزنیم، میریم روی تلنت اوپن. دقت کنید پکت تلنت مشخص شد. خب ما شروع میکنیم به لاگین کردن. بعد اینجا خدمتتون تلنت رو فیلتر میکنم. اوکی. دقت کنید که من هیچ کار نمی کنم و فقط لاگین کردم به سرور. میایم رو اولین پکتی که ارسال شد، این آی پی خودم هست، این آی پی سرور. روش کلیک راست میکنم رو پکت، فالو TCP استریم. همونطور که مشاهده میکنید مهمترین مسئله ای که برای وارد شدن به یک سرور نیازه اینجا مشخصه، یوزرنیم و پسورد به صورت کامل و اطلاعات خاص دیگه ای که حالا به اصطلاح این سیستم چه ساعتی لاگین کرده، این اینفورمیشنش و اطلاعاتی که قرار داده اینجا برای ما، و حالا مسائلی که میتونه باشه سیستم عامل اینجا قرار گرفته و آخرین لاگینی که ما انجام دیدیم 25 سپتامبر. حالا من بیام اینجا مثلا یک پینگ بگیرم، میخوام فقط خدمتتون اون ارسال پکت رو نشون بدم. حالا من پینگ گوگل رو میگیرم، دقت کنید به این صورت که من اینو باز اگه فالو کنم و TCP استریم میبینیم که اینجا به اضافه این اطلاعات خود سرور من اینجا اطلاعات پینگ رو هم قرار داده که آقا آره ایشون اومد لاگین کرد و پینگ گرفته از سرورش. کاملا اقداماتی که ما انجام میدیم اینجا مشخص هستش. خب حالا ما این کار رو تموم میکنیم و خب ما میخوایم به سرورمون SSH بزنیم با پورت 22 که خدمتتون عرض کردم. اوپن رو که میکنیم باز هم اگه بریم پایین بیایم میبینیم که بله SSH ورژن 2 آماده است که این کار انجام بشه. لاگین، مجدد ما یوزرنیم رو میزنیم و پسورد. خب من اینجا SSH رو خدمتتون فیلتر میکنم. اوکی. چون باز ما کار خاصی نکردیم روی یکی از این پکت ها فالو TCP استریم و میبینیم که خب مقوله رمزگذاری به چه شکلی هستش.
اصلا کلا هیچ کدوم از اطلاعات به ما نشون داده نمیشه، تماما حالا غیر قابل خوندن هستش و نمیتونیم اطلاعات خاصی به دست بیاریم و این همون رمزگذاری هستش که Secure Shell یا SSH در اختیار ما قرار میذاره و باعث میشه که نفوذ نخوریم و اطلاعاتمون محرمانه بمونه. خب این پروتکل همون SSH از چند بخش تشکیل میشه، حالا در واقع از 3 بخش تشکیل میشه. بحث سکیور لاگین هست که فراهم کردن ورود امن برای سیستم مبتنی بر یونیکسه که خب این خودش نقطه قوتیه که وقتی همین وارد میشیم اطلاعاتی رو برای ما نشون نمیده اگه بخوایم خودمون اسنیف کنیم یا حتی سرورمون مورد حمله قرار بگیره. سکیور شل رو داریم پوسته امن جهت رد و بدل کردن اطلاعات که خب من اگه اینجا اینو میبندم، من اگه پینگ بگیرم از سرور، اینجا باز داره نشون میده من یکی از این پکت ها رو فالو میکنم TCP استریم، باز هم میبینیم که به من اطلاعاتی نمیده، اطلاعات کاملا به صورت محرمانه هستش. خب پس تفاوت ها رو اینجوری نتیجه گیری میکنیم که SSH امنیت بالاتری نسبت به تلنت داره، به همین دلیل ارجحیت داره. SSH رو پورت 22 کار میکنه و تلنت روی پورت 23. SSH اطلاعات رمزگذاری شده رو ارسال میکنه، اما خب تلنت دیدید که همونطور که مشاهده کردیم به صورت رمزنگاری نیستش و همونطور که ارسال میشه همونطور هم نمایش میده. مورد بعدی SSH پهنای باند بیشتری در اختیار کاربر میذاره، یعنی از پهنای باند بیشتری استفاده میکنه، یعنی سرعت بالاتری داره، اما تلنت پهنای باند کمتری داره و این پشتیبانیش خیلی کم هستش تو این مورد. مورد آخر SSH بر روی هر سیستم عاملی نصب میشه و قابل استفاده است، حالا خب میتونه ویندوز، لینوکس، مک یا هر سیستم عامل دیگه ای، اما خب تلنت فقط بر روی ویندوز و لینوکس قابل استفاده هستش. بسیار خوب، ما تفاوت‌های این دو پروتکل رو با هم بررسی کردیم و مسئله امنیت اونها رو به چالش کشیدیم و با هم متوجه شدیم که به چه صورت عمل میکنه. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودید. حالا نظر شما چیه؟ SSH بهتره یا تلنت؟ لطفاً نظرات و سوالاتتون رو برای ما کامنت کنید. همچنین خوشحال میشیم با لایک ها و کامنت هاتون به ما انرژی بدین و با ارسال کردن این فیلم آموزشی برای دوستانتون اونها رو از تفاوت SSH و تلنت آگاه کنید.